سلام دوستان، حالتون چطوره؟ برای خوش اومدید به این ویدیوی جدید جنجالی از کانال من. آقا کانال ما رضا جیکه. بچه امروز اومدیم بریم با هم دیگه سرور رد رایت توی جی تی ای وی. بابا رو بریم سراغ ویدیو. اوکی آقا، اوکی. اینجا میگه سرور چه سروریه؟ برو دیگه علی بربین، برو دیگه. منم میگم این چه حرفیه؟ به این سرور احترام میذاریم. برو بعد بچه ما اینجا راب شاپ زدیم. راب شاپو به خوبی بردیم. ناموسم ببین دیگه داداشتون اشکه و به باگ محروم شدیم. خوردم. بیا کمک اینو می نویسیم. بنده که نوشتم الان ریپورت هم رفت. اینجا بچه ما گنگ مافیا. سلام آقای ادمین، خسته نباشی. آقا من چرا اینجا ای رو میزنم؟ موتورم نمیاد. من اینجا موتور پارک کرده بودم. اوکی دمت کرد. آقا بچه ما میریم کجا؟ گنگ خودمون اینجاست. میریم از اونجا موتور خودمون رو برداریم، موتور گنگ رو برداریم که یهو به فاک نریم. یعنی خودتون میدونید داداشم. خب بچه حالتون چه داره؟ من خیلی وقت بود نبودم میدونید چی میگم؟ نبودم چیکار کردیم بچه؟ استریممون حتما بیاید. ناموسن داریم وی ام بی پلی داشتم سابکمون رفته بالا و پول کسیفا رو اینجا خیلی پول کسیف میزه داداشم. ناموسن رو حل میده پول کسیف داشته باشه. ببین اینجا رو این دوتا فرق داره. این پول کسیفا رو میریم میشویم 1,000,000 میاد تجربمون 300 میلیون هم دلار هم پول هستش. بعد ما نتونستیم اسممون رو تو این مافیا کی کنیم. ولی اگه اوکی شه خدا رخصت بده، فرصت بده، مفتت بده و داداشتون چطور میرونه؟ داداش موتور بنزین نداره. من تو برسم اونجا میتونم برسم. خب ریگیستار کن داداش. این بنزین نداره چرا دادی به من؟ دارم دنده چهار میرم بنزین داره کم کم یه در داداشتون داره چطوری میرونه ها؟ کسی نمیتونه این حرکت رو بزنه. این حرکت فقط از من برمیاد که اونم این بود. از این جاده ببری این جاده بعد بخوری زمین 97% چون مشورت. این دسته کی میتونه باشه؟ خودم بابا مبارک. خب بریم بچه ببینیم چه خبره دیگه. چه خبر است بچه؟ همین امشب شب استریم داریم. استریم وی ام پی حتما میاد با اینترنت شبانه داداش فضا از اصلا نیست که داره دیگه. آره رفتم آزمایشگاه مغزم رو تست کنم. میدونن جینیسم، میخوام منو کپی پیست کنن. خب منو کپی پیست کنن چی میشه؟ من جینیسم آخه. من جوجه فرنگی هم گوجه فرنگی هم. چه جینیسی. ببین الان 2 کیلومتر اومدم 2 تا کم کرد. ببین هر کیلومتر برای من میگم 24 میرسم اونجا. یعنی کی؟ این یعنی کی؟ کی؟ اومدم آزمایشگاه مغزم رو تست کنم. من میدن چینی هستم میخوام منو کپی پیست کنن. این اگه بیست ببین نوزم باید این 1 تا 1.25 نوزم میگم بهت. ببین کی گفتم. بله بچه باید یه روی از روی بنزین کم میشه، خیلی کم میشه فکر کنم به نظر منه. و میترسم از باشیم از 2 باشت یه ماشین میاد بکشه زیرمون بعد بریم به فاک. اومدم آزمایشگاه مغزم رو تست کنم. میدونن جینیسم. یه لحظه وضعیت خودمون رو بسنجیم. اوکی وضعیت خوبه. خودمون الان اینجا بچه اینجا رو میبینین. اینجا خیلی جالبه که برام توی سرورهای دیگه اینا نیستن. این خفن‌تره فکر کنم. ببین
اینجا میدونی کجاست؟ من خودم نمیدونم کجاست. این بازرسی بود، خیلی دیر شد. اومدم از مشرا مغزم رو تست کنم، میدونم رینی رسوم میخوام الان کابی کنم. بیگ آماده دوئل کاگان. آقا بعد از میریم الان یه ماچ موتورمون رو برداریم. ببین بچه موتور خیلی خفنه، موتور خفنیه، ولی ببین باید استفادهش باید استفاده من باگ شده. اون عظیمی رو آوردم که باگی در بیاره، باگی هم در نیاورد. اسکل دیگه. نه اسکل این نیست، منم که اونو باگ کردم. بله. بابا این چقدر لغه؟ چرا این لغه؟ لغ نباش، لغ نباش، میگم لغت بیارم. خب بچه ببخشید. نمستیم میراین بچه ها، ببینین اینجا رو نمستم، میبینین نمستم چه سیسه خفنی دارم. آسالم بایسته به این سلام بدیم. سلام داشت، خسته نباشی. بایسته ما هم بریم آرمور بزنیم. آره برو بریم آرمور بزنیم. یا آرمور مشتیانه از اینجا میایم آرمور میزنیم. یا آرمور بده، یا آرمور بده به ما بریم دوباره شاپ بزنیم. یا آرمور بده به ما، یا آرمور بده به ما. خب ایکس بود دیگه. بله. او پس ماشین نی، موتورم نی. لیله ها رو برداریم. کدوم ماشین بود من برداشتم؟ باگ شد الان نیومد. دوباره یه ماشین دیگه برداریم. اینجا کسی نیست که برای ما یه ماشین دیگه بکشه، موتور بکشیم. الان باید بریم این پاوند در بیاریم. اوکی. خفن. خسته نباشی جیگر. عشق داداش، عشق. این سرعت رو ناموسن خیلی، این سرعتش خوبه. خب ما الان میخواستیم کجا بریم اون موتورمون رو این پم در بیاریم. ولی برگردیم اینجا. نه نگردیم. آقا بریم که اول اون پولا رو یه راه دیگه. آره. نه بابا ترسیدم. بابا الان چی؟ کی من شلیک کرد؟ ببین اگه من شلیک کنید دهنتون رو میارم جلو فقتون ها. ببین اختارم باید، من اختیاری دایدم، فهمیدین؟ نه اختیاری دایدم. بریم شاپ بزنیم، بعد پولای کسیف رو برداری ببینیم این رشوه بده ما رنگمون رو ببره بالا. ناموسن اینو بستیم به من گوسفند. ببین دریفت و ناموسن میبینین بابا ماشین های گنگمون. ببینم کجا چراغایی این بچه یه چراغ داشته بره شایلایت بود، نمیدونم چی بیدن. میگن که اسلش لیست بزنید دیدید بعد بریم اونجا شاپ بزنیم. اسلش لیست. سرعت هم تو شهر اینجوری کم میکنم بچه، مگرنه 300-400 تا میرن. اینا ماشین های گنگه مونن، بعد گنگه مونم خبره، مثلا ما خفنیم خودمون. چه بریم یه دیوار بخوریم ناموسن. بابا عشق میکنین ناموسن. داداشام ناموسن عشق کردین. خب شما رو میبریم از این ویدیو خوشم لایک